در مهمانی برنامه ما علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، هنرمند فیلارمونی دولتی تاجیکستان، همزمان آموزگار کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان ظاهرشاه حیدرов هستند. و خب پیش از همه عزیز دعوت شما، تشریف شما رو به استودیو خوش آمدید میگوییم. سلامت باشید. اولا سلام خود رو به مردم سوخت زمین میرسانم. راستی مدتی 7 ماه 8 ماه می شود که من نیت داشتم که در برنامه شما اشتراک کنم و این نیت های و آرزوهای من عملی شد و برای شما تشکر زیاد می کنم که مرا به همین برنامه دعوت کردید. آغاز صحبت با مخلصان بکنم یا هر دو در اول کدام انتخاب جانب شما است؟ من میخوام اول یک سرود خوانم، یک سرودی از استاد جوریبک نبیف که ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است، که این غزل از سعدی است. میخواستم برای تماشابینان صبح دیار یک سرود سرایم، بعد به این سوال و جواب ها شروع کنیم. ما را بهشت صحبت یاران همدم است، ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضوری عزیزی بسر بری، دریاب که از حیاتی جهان حاصل آن دم است، دریاب که از حیاتی جهان حاصل آن دم است. نه هر کی چشم و گشوده ها دارد آدمی است، پس دیر را که صورتی فرزندی آدم است، آن است آدمی که در او حسنی سیرتی یا لطفی صورتی است، دیگر حشوی عالم است، یا لطفی صورتی است، دیگر حشوی عالم است. وان سنگ دل که دیده بدوزد زیر خوب، پندش مدی که جهل درو لیک محکم است، دنیا خوش است تو مال عزیز، از تو تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. ممسک برای مال همه سالت تنگ دل، سعدی بروی دوست همه روز خرم است. سعدی بروی دوست همه روز خرم است. سلامت باشید. و در واقع هم یک آهنگی بود که کس را گوییم باز به یک دنیا و به یک عالم دیگر میبرد. و من اینجا میخواستم ظاهر شد چون وقتی چند لحظه سرود اجرا کرده بودید و چون پیوسته با نوازش مشغول بودید یک چیزی رو مشاهده کردم، گویا به یک دنیای دیگری وارد شده. و اگر امروز بیشتر من به عزت کسی رسیدنی نیستم، البته معذرت می‌خوام از آن جوانانی که امروز روی صحنه آمده ایستادن روز به روز وقتی سرود میخونن گویا چیزی دیگر برایشان است و وقتی از سراینده چون سرود میسراید آهنگ مینوازد باید چگونه باشد؟ اصلا باید وقتی که سراینده میسراید باید با مضمون شعر باید اولشناس باید باشد، چون که برای مردم چی گفته شده است و شاعر درد دل رو به چی گفته است و وقتی که با همین تنبور می نوازید یک احساسات به شما و دیگر دنیای وارد میشه و دنیای موسیقی وارد میشوید و یک با آهنگ و شعر یک چی پیدا می شود و از دل می براید، چون که الکی سعدی برای دوست همه روزه خرم است. ممسک برای مال همه ساله تنگ دل. یک ممسکی که برای مال همه وقت دلش تنگ میکند که یا مبلغ نیافته، لیکن سعدی برای دوست، این دوست یا زمینی است یا الهی هست، هر کی با تصورات و با فهمش خود میفهمد و وقتی که این سرود را میسراید الکی باید هر یک سخنی شما از دل میگذارد و از دل باید سرایده شود و میگویند دل را به دل رهی است در این گنبتی فیروز روخان در نظر به فکر همه خیر، یعنی از دل اگر براید به دل خواهد جای گرفت. اصلا بیشتر بندشه شما برای مخلص برای شنونده یا اگر بگوییم پدر و مادر کدام سرود پسند است که در وصف چی سرایده شده باشد از تجربه و مشاهده های شما؟ و در واقع نه هر سرود رو پسند دارن پدر و مادران ما. بله، برای مادران یک سرود مادر میخونم برای مادر عزیز که چند مصرع هم باشد خوب است، چون زنگ ها پی هم هستند. نگذاریم تا آنی که آنها صحبت نکرده از این برنامه از این صحبت ما بی بهره مانده باشد. زمین و آسمانی من توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر در این دنیا که بی رحمی و بی مهریست بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر دلم را جز تو کسی بهتر نمیداند. سرود اولینی من سرود آخرینی من توی مادر
خب تماشابینان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. در مهمانی ما این صبح علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان گویم هنرمند فیلارمونی دولتی تاجیکستان همزمان آموزگار کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان ظاهرشاه حیدرов هستند و تشریف شما رو بار دیگر خوش آمدید میگفتم و چون به وعده وفا کردن. سلامت باشید. السلام علیکم. السلام علیکم. در جانب شما ما در خدمت عزیز. صبح بخیر باشد. به مهمان شما استاد حافظ گرامی ظاهرشاه هم را نیز خیر مقدم میگویم. من یک بیت که ایجاد کردم من برای ظاهرشاه لذت دستان مادر دیگر است و دیگر است، مهر جان افزای مادر دیگر است و دیگر است، زی سبب این نام پاک است دائما ورد زبان، الله شیرین بیانش جای گرفت در مغز جان. تشکر بهترین است. بهترین شعر بود و در وصف مادر و در اصلا در شعر و شاعری روز گفتگی هست که وزن هست. بسیار مادری عزیز از وزن یعنی استعدادی خداداد داشتیم، آشنا هستند ولی که همش در یک وزن و قالب بود و اگر امکانیتش باشد همین شعر را پورتر کرده به من روان کنن، من حتما این شعر را با آهنگ در آورده برای خودشون هدیه میکنم. بهتره. برای چینه البته من انتظار شما شعر را برای من هدیه کنید، من آهنگ را برای شما. آواز شما رو مطابق کرده نوشتم. سلامت باشید. تشکر زیاد. خیال کردم، فکر کردم که همین ظاهرشاه مهمون میشتم، برای چی نه من باید رو انتخاب کنم. گفته چی کردم؟ من حاضر یکتم با میخونم، یک شما آهنگ بدارید. من اینجا مقدر کردم گفتم مصرعی هدیه از شما است، آهنگ از ظاهرشاه برای شما. این مصرع از شما میشد. آهنگ دیدید یک سرود تازه برای سرونده محبوب که ظاهرشاه میشد که تا با مخلصان ده و صد و هزارهای دیگر خواهند سرایید. البته لذتی دستان مادر دیگر است و دیگر است. لذتی دستان مادر دیگر است و دیگر است، مهر جان افزای مادر دیگر است و دیگر است، مهر جان افزای مادر دیگر است و دیگر است. زین سبب این نام پاک است، زین سبب این نام پاک است، زین سبب این نام پاکش دائما وردی زبان، دائما وردی زبان، الله شیرین بیانش جای گرفت در مغز جان، الله شیرین زبان جان گرفت در لفظ جان، در مغز جان. انسان اصلا با دعا می سبزد، چون درخت با آب می سبزد و انسان باید با دعای پدر و مادر و آن گفته هایی که مادر و پدر را دعا می کنند انسان می سبزد. من امروز ها کوشش کرده سادیم که با واسطه سرودم مهر پدر و مادر، قدر پدر و مادر را در زندگی دانستن باید کوشش کنیم و تنها سرود سراییدن این وظیفه ما نیست. تنها با واسطه سرود مردم را با یک فرهنگی بلند، با یک اصل خود دانستن. باید تنها بعضی‌ها فکر میکنن که در صحنه برآمده سرود خواندن فقط سراییدن نیست. این اصلا صحنه چی است؟ اصلا صحنه چی است؟ صحنه این و سرود چی است؟ سراینده چی میخواهد؟ وقتی روی صحنه میاد تنها میگوید که افتخار از آن بکند که من روی صحنه بودم و یا خود سرود مرا طریق رادیو و تلویزیون ها نمایش دادم به همگان. اون کیفایی است. بعضی هم همین گونه فکر میکنن. اصلا نباید این خیال باشد. وقتی که سرود میسراید یک جوان من راستی یک سرودی خارگردانی پدر خودخوارگردی عاقبت شما باید شنیدگی باشید. بسیار هم در یک معرکه خوانده ایستاده بودم که یک جوان با پدرش ناگپی بوده است.
راستی این چیزی که من واقعی هست، نه از خود ساخته، نه این برای این چیز نیست. یک جوان همون سرودی مرا گوش کرد، رفت در پیش پدرش، یعنی بخشش پرسید. اون پدر هر دو یک شدن و در یک معرکه دیگری آمدن برای من بسیار منتداری کردن که همون سرودی پدر خواندید. من راستی یک کیبر داشتم در دلم، یکی آن شخص چی نباشد پدری من است و من برای شما تشکر زیاد میکنم. گفته بسیار تشکر زیاد کنم و من از این چیز یک الهام گرفتم که یعنی من چی که باشد یک کاری ثوابی با واسطه سرود توانستم. و پس میگویم سلام علیکم مادری عزیز. چون معذرت میپرسیم که چون نزدیک 2 دقیقه ما شما را در خط علاقه پزمان نمودیم. شما را گوش میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. جان عزیز. السلام علیکم زایر شاه عزیز. سلامت باشید. اون مادری که بارها مهمانی شما را به این استودیو من از لقمان جان خواهش کرده بودم، این منم. سلامت باشید. مادر کلام حاجی عزیز هستند. تشکر زیاد. بارها من میخواستم که شما مهمانی این استودیو باشه و همزمان حاجی عزیز گفته بودند که اگر وقتی به استودیو تشریف می آورند حتما در خانه شما از انتظار شما هستند. سلامت باشید. این ندارستم. البته زایر شاه عزیز، من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم و نگفته نمانم که من غالبی آزمون شعر مادر در سال 18 همین ساله غالبی آزمون شعر مادر می باشم. شما رو تبریک میکنیم مادر جان. من باور کنید نهایت از این غالبیت ممنون شدم، خرسند شدم و الهام شعر نویسی من زیاده گشت. سلامت باشید. حاضر در نزد من زایر شاه جان یک شعر مادر، یک شعر پدر و یک شعر دوستی ایستاده. کدامی از آنها را بهر شما خوانده باشم که با آن شما آهنگ بردید؟ مرحمت. کدامش رو شما خواهش داشته باشید؟ مادر کلام از بیاد چنین میکنیم اگر تلفن شما با وایبر نصب باشد و چون رقمی که الان در آینه نیلگون تماشا نموده ایستادید، اما چند مصرعی رو چون یا یک شعری رو به طور پورگی به طریق اندمی وایبر ارسال کنید و من اینجا روی اکوی زایر شو میکشایم اون رو و حتما به طریق باشد هم آهنگ و هم صدا خواهند سرایید. البته من فقط شعر رو میخوانم باشه و تلفن خود رو به این زمانه وایبر و اینها اونقدر نمیتوانم. باشد مادر کلام باشد. عزیز. زایر شاه جان، من کدامی از شعرها رو خوانم؟ شعر مادر هست، شعر پدر هست و دوستی. انتخاب جانب شما گذاشته ایستاده. که موضوع نو است. انا مادر خوانم. بله اگر مادر باشد خوب است، چون خود مادری عزیز هستید، مادر مهربان هستید. تشکر. من این شعر را بخشیده به پدری ملت نوشتم، باشد که از طرف شما آهنگنده کرده شود. مرحمت. مادرم از لاله‌زاری بختی من بر وقت رفت، دولتی نایابی من از تخت من بر وقت رفت. گفته بودم جادی هم بالای چشمم تا ابد، ناعیان کرد از منو از منزلم بر وقت رفت. آرزوها داشت مادر تا بیابد او پسر، پرورد نخلی امیدش را مثال جان ببر. وقتی مادر خنده کرد طالع مددگاری بکرد، فخر ملت را حیات داد و خود بر وقت رفت. من خدا گویم مکانش جنت المأوا شود، در حریم رحمتی الله اکبر جا شود. این شعر مادری من بود که باعث غالبیت شد. بهترین شعر بوده است و بسیار در مضمون هم بسیار بلند است و هر یک سخنهای شعرهایی که شما نوشتید و این یک مصرعش علاقه یک دنیای سخن است و بسیار با معنی است و من اگر میخواستم که اگر همین در متن رو برای من ارسال میکردید و من برای شما یک آهنگ کرده برای شما تحفه میدم. من هم چنین بود. زایر شاه عزیز، من یک شعر پدر نوشتم، من آن را هم به شما دسترس میکنم. بسیار میخوام که این شعرهای من به شما
ارزنده شعرها می شود و آهنگ بهترین می براید. بسیار خوب میشد. بسیار من از شما میندار هستم. اگر شعرها دسترس میشد من برای شما آهنگ تهیه ایجاد می نمودم و برای شما همچون تحفه برای شما تحفه می نمودم و برای شنونده های لقمان گفتن من بعدش آن که شما را به استودیو دعوت نمودم، چنانه که لقمان جان گفتن من در خانه خود منتظر می شوم. سلامت اگر باشید. دوام روز باشد، چون مادر کلام جدی نگاه میکنه. تشریف شما را باشه. چون پسر عزیزم لقمان جان ما یک جای میریم هر دو. خانه ما را میدانم. قبول آجایز مادر اگر یک کلام تشریف می نمودید من سرم به آسمان می رسید. و خب مادر کلام مهربان گفتن حتما همجوری می رویم ما. منتظر باشید پس. البته تشکر من عزیز. منتظر شما. خارگردانی پدر خود خار گردی عاقبت خارگردانی پدر خود خار گردی عاقبت تیر بختو بی برار و زار گردی عاقبت گرچو مور آری بخانه ناز و نیمت بی حساب گرچو مور آری بخانه ناز و نیمت بی حساب فیض و نیمت گشت کم نادار گردی عاقبت فیض و نیمت گشت کم نادار گردی عاقبت گر محبت دور سازی از پدر دانستم گر محبت دور سازی از پدر دانستم چون درختی زعفران بی بار گردی عاقبت چون درختی زعفران بی بر گردی عاقبت خودخوار گردی عاقبت الهام یگان فرزند پدری خود را خوار نگرداند و اویو اصلا تشکر زیاد میگویم مادری مهربان. اصلا چون در بالا خوب قید کردید سرود باید انسان را تربیه نموده باشد. اویو شنویده اید که بار نفری گفته است که خب فرزند عزیزم زویر شما برای تو عرض سپاس میکنم، سرود تو سبب گردید، سرود تو باعث گردید که در خانه ما گویم باز یک محبت دیگری از نو بیدار شده است. وقتی سرود اصیل از آهنگ دلنشین است موری کامل دارم حتما مخلصی خود را شنونده خود را نفرانی که گویم ممکن در زندگی ناگپ هستند ممکن گویم از همدیگر دور هستند در دل کینه نگه می‌دارند چون وقتی سرود و آهنگ میرسد تا به جایش نگاه دیگر میشوند. بله بسیار سخن خوب گفتید و این چیز بسیار برای من واخورده است و من بسیار جوانایی که من یک سرود کنم که خدا با تو اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی اگر بیبال و پر در صد بلای مبتلا مانی تو تنها نیستی یک ذره امیدی رها با تو خدا با تو خدا با تو هست و این سرود بسیار مسافرانه که در شهر مسکو کار و فعالیت میکنن بسیار برای من تشکر زیاد میکنم و با واسطه همین سرود آنها الکی یک سحر میگوین از کار میبریم با همین سرود ما کار شروع میکنیم و چون نگهبانی آنها خداوند است و بسیار برای من این سخنها را با واسطه اینترنت و با واسطه زنگ تلفنی برای من
миннатдорӣ мекунам ва ман боз илҳом мегирам аз ин чизҳо ки ман аллакай як суруди хубе як дили мардума як хурсанд карда тавонистам ва бар дили онҳо ҷо шудам ва ростӣ барои дили халқ ҷо шудан бисёр мушкил аст, бисёр заҳмат кашидам ва ростӣ даромадан бисёр мушкил аст, баромадан осон аст аз дили онҳо. чаро чунин аст ба андешаи шумо акои Зоиршоҳ?